علتش چی است؟ علتش چیست که کفار برای قتل عام مسلمانان فلسطین به اسرائیل بمها میفرستند و در اینجا به افغانستان کیسه های دلار میفرستند؟ پاسخ این پرسش ها نزد کسی است؟ اول، به شمول هلند، سویدن، دنمارک، در بسیاری از کشورهای اروپایی به سطح حکومتی توهین به قرآن عظیم الشان و رسول الله صلی الله علیه و سلم می شود. قرآن کریم را می سوزانند، پاره پاره می کنند و زیر قدم های ناپاکشان قرار می دهند. اما سپس امان جامعه اروپایی با بزرگان طالبان نشست و برخاست می کنند، دوستی محکمی دارند و هر نوع کمک ها امرایشان می کنند. دوم، اشغالگران وحشی روس به شمول عراق، سوریه، در گوشه گوشه جهان مسلمانان را کشته و آل هم اشغالگران خاک وسیع اسلامی به شمول ماوراء النهر می باشند. اما امین روس ها دوستان ملیشه های طالب هستند و با اینها کمک های همه جانبه می کنند. سوم، کفار حربی چینایی های ملحد ترکستان شرقی را اشغال کرده و در آنجا مشغول قتل عام میلیون ها مسلمان هستند. اطفال کوچکشان را از آنها جدا کرده و با مفکوره کمونیستی تربیتشان می کنند. بالای زنان مسلمان تجاوز می کنند. میلیون ها مسلمان را کشته و مجروح کرده اند و باقی مانده در زندان ها زیر شکنجه های شدید شب و روز را می گذرانند. اما همان چینایی ها با امارت طالبان کمک های همه جانبه می کنند. اینها با بسیار خوشحالی و خنده به آنجا سفرها می کنند و آنان آزادانه به افغانستان می آیند. حتی زنانشان در اینجا دکانداری و بایسکل رانی نیز کرده می توانند. در اینجا بالای امارت طالبان اینقدر مهربان هستند که قراردادهای میلیارد دلاری را با اینها به امضا می رسانند و امین گونه باران کیسه های دلار را نیز بر سرشان می بارانند. چهارم، امریکا در دیگر دنیای اسلامی بالای مسلمانان زمین را آتش گشتاندند. به طور ویژه برای قتل عام مسلمانان فلسطین تنها بم را به اسرائیل می دهد. برای قتل عام اطفال کوچک فلسطینی و کباب کردن زنانشان به اسرائیل طیاره ها و تانک ها می فرستد و بایدن اطمینان هر گونه کمک به اسرائیل را می دهد. میخواهم به مردم اسرائیل، به جهان و به تروریستا در همه جا بگویم که ایالات متحده در کنار اسرائیل ایستاده است. ما هرگز در حمایت از آنها کوتاه نخواهیم آمد. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که اسرائیل هر کمکی را که شهروندانش نیاز دارد خواهد داشت و خواهد توانست که به دفاع از خود ادامه دهد. اما سپس امان رهبران امریکایی از طالبان خوشحال هستند، از اینها قدردانی میکنند، با اینها خنده ها و مجالس میکنند و سپس با افغانستان کمک های همه جانبه میکنند و در کنار دیگر کمک های مخفیانه به طالبان کیسه های دلار میفرستند. بله، پاسخ دهید، آیا مسلمانان ترکستان شرقی مسلمان نیستند یا چگونه که به آن مسلمانان بمها میفرستند، در زندانها و تعذیب خانه ها نگه میدارندشان، نوامسشان را غارت میکنند، ولی امان کفار در اینجا اینقدر مهربان هستند؟ این گونه برادری محکمی با طالبان دارند و با اینها کمک های همه جانبه میکنند. آیا علت آن را میدانید؟ آیا امریکا و غیره کفار جهان مسلمان شدند و یا نه ملیشه های طالب به اسلام امریکایی ایمان آوردند؟ پاسخ بسیار آشکار، آسان و واضح است. این که ملیشه های طالب برای چند روز حاکمیت و در مقابل کوچه های نرم و عیاشی و زندگی پر از خرمستی تمام ارزش هایشان را لیلام و بدنام کردند. در دوحه به اسلام امریکایی ایمان آوردند و کفار هم در بدل همه این چیزها برایشان دهن بوجه های دلار را باز نمودند و برایشان کمک های همه جانبه میکنند و در برابر همه این چیزها اینها در کنار نگهداری دیگر منافع کفار با بسیار اخلاص دو بیتی های محافظت کفار را زمزمه می کنند. د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو ته دا پیغام لرم چې افغانستان د هیڅ کوم هیواد دپاره خطر نه دی او هیڅکله به هم موږ اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د چا د امنیت په مقابل کې یا د چا د امنیت په خلاف استعمال شي.